چه این نبض لشه است، این هم نبض همین روشنه. ببینید این هیچ نوری نداره. خیلی خوب، این هم لهه. اینم که اگه گفتین چی میتونه باشه که در بدن ما میذاره ما زنده. ایشون قلبه، قلب فراهنگی توی زندگی ما. حالا بگید چرا اینو کشیدم؟ واسه اینکه ببخشید یه چیزی اضافه شد. میخوایم بدون این خط چیه؟ میخوایم بدون این شکلش نه. خیلی خوبه، سراغ سر مثلا این انگله، بهش میگن انگل که خیلی خیلی کثیفه و میتونه کل بدن از بین ببره، چون خیلی خیلی خطرناکه و وقتی که توی این انگل ها توی آشغال ها هستن و گربه ها غذاشون توی آشغال هست، پس میرن اینجا هر چیزی که هستن میخورن و این انگل وارد میشه به بدن. بعدش این انگل تا ابد میمونه و همه اون استخونا را نمیخوره، چون از اینجا خوشش اومده و نمیخواد تمامش کنه. حالا بگین چرا این گربه انگلی انگل خوره؟ چون توی آشغالا میخوره، چون گربه بیرونیا با گربه‌های فروشیای تمیز بی انگل خیلی خیلی فرق داره. اونا همه چیز بهشون یاد دادن ولی اون طرفیا هیچ یاد ندادن. واسه اینکه گربه انگلی خیلی وحشتناکه و همه سراسر کشور آدماش میدونن که اگر به این یه چیزایی یاد بدم اصلا طبیعت گربه قشنگی نداره، پس بهشون بهتر بود چیزی یاد ندن تا اینا انگل بخورن و بتونن طبیعت و قشنگ کنن. حالا بگین چرا درخت با این جوجوها کشید؟ واسه اینکه جوجوها اگر نرم برای بچهشون غذا بیارن دیگه میمیرن. حالا بریم سراغ چیزی که من میخوام بگم. نقطه رو میبینید؟ نقطه اینم یه نقطه از اینجایی، اینم یه نقطه از اینجایی به اینجایی. سلام. اینم به نقطه از اینجا یا اینم از این. حالا از بالا شروع میکنیم. اینو رو میگیریم اینجا، بعدش از اینجا این شکل دورش رو قایره میگیریم. نه خب پرتاب میکنیم اینجا میاد. بفرمایید ببینید. حالا بگیم چیه؟ خونه یک انگله.